مشاهدات میدانی نشون میده که اتباع مجاز هم براشون دردسرهای ایجاد شده، از جمله تو ثبت نام فرزندانشون تو مدارس. دولت واقعا چه موضعی در این خصوص داره؟ دولت یقینا موضوع اتباع مجاز رو از غیر مجاز تفکیک میکنه، یقینا تفکیک میکنه و در این زمینه توجهش بر این هست که اتباع غیر مجاز رو برگردونه، اتباع مجاز رو طبق قوانین بهشون اجازه آماری دارید در اتباع مجاز و غیر مجاز؟ اجازه بدید که من آمار رو یه بار دیگه با وزارت کشور بررسی بکنم، خدمتتون دقیق‌تر خواهم گفت. دولت تفکیک بله. دوستانی که از کشور همسایه اومدن بگین از کشور برن بیرون، بسیاری از تولیدی‌های ما تعطیل میشه. در مورد آمار ببینیم چیزاییه که به مردم ما نگفتیم، نمیدونم چرا نگفتیم. در مورد آمار الان میگیم بیکاری داریم. آماری که ما گرفتیم از وزارتخونه‌های مربوطه، استان‌هایی که دوستان مهاجر ما دارن کار میکنن، آمار بیکاریش پایین‌تر از استان‌هایی که ممنوع حضور اونهاست. متوجه عرض من هستین؟ یعنی اون استانی که اینا دارن کار میکنن، اول قاعده ما باید بگیم که آمار بیکاریش بالاتره دیگه، چون نیروی خارجی اومده داره کار میکنه، ولی آمار بیکاریشون پایین‌تره. ایرانی‌های بیشتری هم باز تو هم مشاغل دارن کار میکنن. نه، بحث اینه که اونها که دارن کار میکنن، وقتی کارگاه تولیدی مرغداری ما داره فعالیت میکنه، 10 تا کار دیگه هم پشت سر این راه میفته. اونا که این کارگاه رو راه میندازن، کار دیگه هم شکل میگیره. اونا که گاوداری ما رو راه میندازن، کارخونه شیر پاستوریزه ما اینا هم راه میندازن. بسیاری از مشاغلی که اینا دارن انجام میدن تو کشور ما، موجب فعال شدن اقتصاد کشور